خدمات مشترک مطبوعات دادگاه ولایت کالوگا روسیه روز 27 ینور سال 2024 در تلگرام کانالش خبر داد که دادگاه نویه کالوگا یک زاده تاجیکستان را با جرم صادق نبودن به سوگند هنگام قبول شهروندی روسیه دادش از شهروندی محروم کرد. خود شهروند تاجیکستان برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی دادگاه در شرح پرونده گفت که شهروند تاجیکستان در وقتش شهروندی روسیه را با ترتیب ساده به دست آورده بود. او سوگند شهروند روسیه داده بود و هنگام سوگند سپاری قسم خورده بود که قانون اساسی و قانونهای روسیه را رعایت و از حقوق آزادی‌های شهروندان روسیه حمایت خواهد کرد. تا سوگند سپاری کارمندان کمیسریات حربی به شهروند تاجیکستان فهمانده بودند که باید به قید حربی خود را گذارد، اما بعد گرفتن شهروندی شهروند تاجیکستان در وقت طبق قانون معین شده برای در قید حربی گذاشتن خود به کمیسریات حربی مراجعت نکرده است. گفته می شود در اطلاعیه طبق قانون شخصی که شهروندی روسیه را به دست آورده است در صورت آشکار شدن یگان معلومات بر دروغ هنگام گرفتن شهروندی می تواند از شهروندی محروم کنند. معلومات بر دروغ دادن شهروند را باید دادگاه معین کند. با قرار دادگاه نویه کالوگا معین کرده شد که این شهروند هنگام گرفتن شهروندی در مورد صداقت به روسیه از روی وجدان اجرا کردن قرض شهروندیش دیده و دانسته معلومات بر دروغ داده است. این حالت به بیکار کردن شهروندی روسیه شهروند تاجیکستان گردیده است. خبر داده است خدمات مشترک مطبوعات دادگاه ولایت کالوگا در وقت‌های آخر در شهرهای گوناگون روسیه ریدهای ضد مهاجرانی که صاحب شهروندی روسیه شدند افزایش یافته است. کارمندان پلیس و امن در جریان این ریدها حالا بیشتر دنبال شکار مهاجران نیستند که قاعده‌های بود و باش در روسیه را ویران می‌کنند. آنها اساساً آنهایی را شکار می‌کنند که در جیب شناسنامه روسی دارند. آنها را راست به کمیسریات حربی میبرند و بعد دستشان دعوتنامه میسپارند که به کمیسریات حربی محل زیستشان رفته خود را ثبت نام کنند. ناظران این شکارهای مهاجران را با تلفات سنگین ارتش روسیه در جنگ ضد اوکراین و ضرورتش به نیروهای تازه ربط میدهند، از بس که موبیلیزاسیون شهروندان بومی روسیه میتواند باعث اعتراض و ناراضگی ها در بین مردم شود که این برای مقامات این کشور بخصوص در پیشروی انتخابات نوبتی و اینک پنجم ولادیمیر پوتین به مقام پرزیدنت چندان خوشایند نیست. به این دلیل مقامات روسیه تلاش دارند تا مشکل کمبود نیرو در جنگ ضد اوکراین را اساساً از حساب جلب مهاجران و از جمله مهاجرانی که تازه صاحب شهروندی روسیه شدند حل کنند. به فرق شهروندان بومی روسیه آنها میتوانند مهاجران را با محروم کردن از شهروندی بترسانند.